میشناسی یا نه، تمام کارداشیان، جاستین بیبر، اینا مثلا NBA یانگ بوی از من ماشین خریده اینجا، خیلی معروفه. سلام، برعکس یوتیوب سهیل اقتصادی هستم. امروز با فرشید از کالیفرنیا، جای باحال دنیا، میخوام باهاش حال و هول کنیم، ببینیم داستان پایداری چیه. چاکریم سهیل جون، دمت گرم، خوشحالم. مرسی که اومدی. برنامه‌تم قربونت برم، فدات شم. خب فرشید، اول یه خورده فرض کن کسی که الان داره نگاه میکنه نمیدونه کی، یه 3 دقیقه راجع به خود توضیح بده از جایی که فکر کنی باحاله. فرشیدم 2009 رفتم انگلیس، 2012 اومدم امریکا. بعد کار موزیکم که از همون بچگی میکردم، هم تو کار پروداکشن خیلی اینوالو بودم، هم میخوندم، ولی خیلی حاجی خوندن رو دوست داشتم، عاشق خوندن بودم. یعنی تو مدرسه هر موقع مثلا نمیدونم جشن امام رضا، جشن فلان بیسان، من اون بالا بودم داشتم میخوندم. مثلا قدیما آهنگای شادمهر میخوندم اون بالا، میرفتم اون بالا مثلا میخوندم و آهنگ رو میذاشتم روش میخوندم، هر خواننده‌ای که دوست داشتم. بعد دیگه اومدم انگلیس و درس خوندم، دانشگاه میرفتم. بعد دیگه موو کردیم اینجا، تنها هم بودم دیگه اونجا، اینجا هم تنها بودم تا چند سال پیش ماما اینا اومدن و در رفت آمدن. بعد همین دیگه، فکر کنم دیگه it's enough. در واقع از نظر موزیک چیزی هست که آدم بتونه زندگیشو بذاره رو موزیک یا نه باید آدم یه چیزای دیگه ساید داشته باشه؟ چون مثلا میگی درس خوندم، خب مثلا رو درس داری کار میکنی واسه پول درآوردن زندگی تو چرخوندن یا رو موزیک؟ ببین سهیل، اتفاقا 2-3 روز پیش راجبش داشتم فکر میکردم. من که فایننس اکانتینگ خوندم، یعنی الان کاری هم که اینجا میکنم درآمدم روی کار ماشین میکنم، ولی واقعیتش نه، درس رو خوندم ولی درآمدی ازش ندارم. موزیکم من فکر میکنم اگه کار موزیک نمیکردم، هی حواسم تو موزیک نبود و عشقم موزیک نبود، اصلا کلا خیلی پولدار میشدم. چون من هم کانکشن خیلی داشتم تو بیزینس، همین که آدمی بودم که مثلا کار نمی‌کردم هیچ موقع، خب ولی همیشه اون چی میگن، اون مفید بودنه رو برای سر کار داشتم که منو اخراج نکنن. من همیشه آجی دیر میرفتم سر کار ولی همیشه سلزم تاپ بودم. مثلا همیشه ماشین انقدر میفروختم که کار سلز ماشین میکردم تو دیلرشیپ. الان دیگه نه، الان خودم کار میکنم. بعد من داشتم فکر میکردم تو همون ماشین کار میکنی الان یا نه اصلا چیز دیگه؟ ببین من که اومدم اینجا رفتم برای برندهای مثل مرسدس و بی ام دبلیو و نمیدونم لکسس اینا کار سلز کردم. حالا خب سلز روی فلور. اینجا وقتی که یه ماشین میفروشی، مثلا ماشین نو میفروشی، اگه سلز پرسن باشی بهت $250 فقط میدن واسه فروش ماشین نو. اگه ماشین دست دوم باشی مثلا میگن این ماشین رو ما گوشیم 43، اگه 40 بفروشی 500 میگیری، ولی اگه 40 به بالا هرچی بفروشی مثلا نس میشه. حالا میخوام ببینم اونجا چطوریه. ببین اینجا خیلی عوض شده پی پلن. اون موقعی که من شروع کردم 2012، آخرای 2012 شروع کردم، خیلی خوب بود. یعنی درصدی بود روی فرانت، بهش میگن فرانت و بک. فرانت یعنی این که روی سودی که در واقع مثلا میگم اگه یه دیلرشیپ ماشین براش کاستش در میاد $20,000، تو مثلا $23,000 میفروشی، میگفتن مثلا 20% فرانت برای اون سلز پرسنه. و بعد اگه مشتری میرفت توی فایننس و حالا پروداکت های مثلا اکستندد وارنتی میخرید و این حرفا، از اونم 5% میذاشتن روش. یعنی بیسیکلی تو با مثلا با 10-12 تا ماشین میتونستی چک چه میدونم $10,000 بزنی. من مثلا یه تایمایی بوده $17,000-18,000 هم در آوردم تو کار بیزنس اون اوایلش. بعد همینجوری که رفته اومد جلو، مثل همینی که داری میگی، می اومدن میگفتن باید از 8 تا ماشین به بالا، 8 تا ماشین مینیمم بفروشی به بالا، بعد 9می و 10می و 11می ما درصدی میدیم، 8 تا ماشین اولی و مثلا ماشین $200 میدیم. هی اومدن کات کردن ازش که سلز پرسنل کمتر بسازن. بعدش هم که من رفتم توی قسمت اینترنتش دیگه، اینترنت منیجر شدم و اونجا یه ذره پیپلناش فرق میکرد. کلا به این نتیجه رسیدم نمیتونم تو کار بیزنس باشم. سلم خیلی خوب بود، یعنی هر کی میومد خوشش، اصلا راجع به ماشین صحبت نمیکردم حاجی.
میومد یارو مثلا ماشین میخرید، شاید 2 تا اینفورمیشن بهش میدادم راجع به ماشین، بقیه‌اش راجع به خودش و زندگی صحبت میکردم، میخرید میرفت، تا آخرش هم تکست میداد، رفیقاشو میفرستاد برام. یعنی خیلی اینجوری من ماشین میفروختم. بیشتر تو کار نو بود یا دست دوم؟ برند نیو دیگه، بیشتر برند نیو، ولی خب یوز هم میفروختم. مثلا مرسدس 3 سال توی کلباسس اینجا محلشو بشناسی، تمام کاردشیان، جاستین بیبر اینا، مثلا ام بی ای یانگ بوی از من ماشین خریده اینجا، خیلی معروفه، یکی از رپراست. بعد کاردشیان گرفتن، خیلی خیلی مثلا تمام این ایرانیایی که همشون هم ماشاءالله ساکسسفول، اصلا کردیت اپاشون رو پر میکردن، پشمام میریخت میدم چقدر در میارن. بعد اینو بگو، این باله بیشتر این که دیگه چقدر بود سالیانه دیگه، مثلا سالی بود از دیگه مینیمم میزدن اینا که خوب بود ورزشون، از سالی 300 400 تا میزدن. بعد تازه زیادم نمیزدن، میترسیدن، ولی مثلا بیشتر اینی که دیدم فکر کنم 500 تا بود، 600 تا بود، 500 و 600. حالا کار انترتینمنت هم میکردن. بس بذار واسه داستان واسه تعریف کنم، چون من بعضی موقع یادم میاد، بچه‌ام خیلی علاقه دارن به خاطرهای من یه رفیقم توی پلیس بود، توی مرز کار میکرد. بعد دیگه خب من همیشه علاقه داشتم باهاش حرف می‌زدم. بعد یه زمانی سویچ شد توی قسمتی که هواپیمای شخصی فرود می اومدن، تو فرودگاه شخصی دیگه اونجا بود. بعد که من خونه من اینو واسم تعریف کرد که آره آقا من این کارو میکنم. گفتم خفن ترین چیزی که دیدی چیه؟ گفت یه هواپیما وارد شدیم. اول قبل از اینو بگم گفتم چیو میگردیم؟ میگم ما هیچو نمیگردیم. میگم ما از در پله هواپیما میریم تو، معمولا همه اونجا نشستن، یه میز پاسپورتا روشه، ما ور می‌داریم پاسپورتا رو مثلا در واقع نگاه می‌کنیم، فرشید سوی قیافه‌ای نگاه می‌کنیم، بعد مهر رو می‌زنیم، تق 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 مهر می‌زنیم میریم. گفتم یعنی اگه تو کشش مثلا الان چیزی باشه خلاف باشه کاری نداریم. گفت نه، ولی اگر روی میز باشه دیگه گیر میدیم، نمیتونیم ما ببینیم و چیزی نگیم. ولی به ما گفتن چیزی رو باز نکنین، چیزی رو نبینین. خیلی جالب بود این برام که یعنی اگه مثلا بری تو اون لول اصلا قانون دیگه واقعا به تو اپلای نمیشه. آره. مثلا تفنگ و مواد تو اینا رو گوشی توی اونجا، یارو پلیس هم داره میگه بفرمایید خوش اومدید به کانادا، شهر سیف ما، کسی اینجا خلاف ما بعد مثلا میدید. حالا نمیشه. بعد گفتم خفن ترین چیزی که دیدی چی بود؟ گفت یه هواپیما نشست، بعد هواپیما رو توش تو دیزاین می‌کنی دیگه، در واقع 3 تا قسمت داره که قسمت اولش رو میذارن برای کارمندا، قسمت دومش رو میذارن برای جمعیت، قسمت سومش رو تو میتونی بکنی جمعیت یا میتونی بکنی مثلا اتاق خواب، یه چیز اینجوری. میگه ما وارد شدیم رفتیم تو قسمت دوم که مال جمعیته، یارو یه سالن برای خوش درست کرده بود و تخت گذاشته بود و اینا واسه خودش بودش، یعنی معلومه که جمعیتی نیست، اتاقه. گفتیم خب چه باحال، یارو مثلا میخواد لش کنه و بخوابه تا اونجا بره. بعد این که میگه رد کردیم، میگه در سوم که در اتاق این کارمند تای هواپیما که باز کردیم، میگه یه اتاق بود که دیزاین شده بود واسه بچه. میگه تمام زمینش پلاستیک بود، صندلی اصلا وجود نداشت، سرسره داشت و یه تاب داشت و بعد مثلا چیزای رنگی منگی بود و شیر و پلنگ و میگفت بچه داشتن 2 تا تای هواپیما رو درست کردن اتاق بچه. بعد فکر کن اون بچه تو چی داره زندگی میکنه و هیچ آیدیایی نداره. آره از واسش تعریف میکنم، میگم ما رفتیم صف وای میسادیم، میگه یعنی من تو سورس داره داشتم بازی میکردم، گفتم پیاده شو رسیدم، گفتم بذار یه خورده یه سورس داره بازی کنم. او مای گاد، این دیگه لول دیگه، من این لول رو ندیدم. مثلا نمیتونستم بفهمم همچین لولی وجود داره، یعنی وقتی اینو بهم گفتم هولی شوت. بعد یه کسی که تو اون لوله، اینا حواس داشته باشه، کسی که تو اون لوله احتمالاً هواپیمای کاری هم داره، چون میگفت هیچ جا نبود آدم دیگه بشینن. هواپیما درست کرد که فقط خودشون با مامان باباش برن بیرون. میگفت جا نبود، یه تخت بود. تو هواپیما میگفت هیچی نشد، همش باز بود که بچه‌ها بدون بازی کنن، 2 چرخه سواری کنن تو هواپیما. می‌دونی چی میگم؟ واسه همین یه همچین شخصیتی احتمالاً هواپیمای دوم هم داره که اونو بیزنسی درست کرده، مثلا تشابه میگن دیفرنت لول دیگه، یعنی اصلا آره دیگه اون دیگه من واقعا واو. خب حالا برگردیم. بعد خب میگفتی آره دیگه این سیستم اینجوری میرفت جلو. من یه 10 سالی کار کردم و بعد دیگه دیساید کردم که نمیتونم حاجی، من فقط فکر و ذهنم. چرا دیر میرفتم سر کار؟ چون من مثلا روزی 7-8 ساعت کار میکردم، بعد میرفتم خونه، باشگاه میرفتم، پری ورکات میزدم، تازه انرژی میگرفتم، باشگاه میرفتم، ریلیس میشدم، میرفتم استودیو، میرفتم تا ساعت 3 و 4 صبح.
بعد دوباره می اومدم میخوابیدم، صبح بیدار نمیشدم. دیر میرفتم سر کار. من اینجا 3 بار راید اپ بشی اخراج میشی. من تو هر دیلرشیپی که کار کردم که کمترین تایمش هم 2 سال بوده، بالای 25 تا 30 تا راید اپ شدم ولی اخراج نشدم. هیچ موقع همیشه خودم رفتم اگه خواستم. آره، به خاطر اینکه همیشه منیجر سلز رو داشتی دیگه. سلز رو داشتم و منیجر رو دوست هم داشتن، نمیدونم چرا، ولی همه با هم خوب بودن. مثلا میگفتن اون انرژی تو حال میکنیم باشه. همون خواستم بگم، منم کالیفرنیا که دیدم قبل کنسرت خیلی انرژی خوبی داری، یعنی اصلا نه انگار که مثلا آرتیستی معروفی با آدم خفنه میچرخ، یه آدم معمولی چیل. آدم معمولی فیلم بازی کردن با انرژی شو دادن دو چیز متفاوتیه. تو میتونی اکت کنی و هنوز باحال باشی، میفهمی چی میگم؟ ولی من با تو خیلی اصلا ببین، تو تنها آدمی هستی که دفعه اول دیدمت انگار مثلا 10 سال همو میشناسیم. هی میگفتی بابا هیچی نه و پیکو میریختی پشت بک استیج که بودیم، میگفتم داداش من خودم میزنم بابا عالی بود، خیلی فیلینگت خوب بود. آقا مشروب بریزی گفتم نمیشه که آرتیست قبل کنسرت مشروب خوشو بریزه، یعنی چی؟ نه بابا من خودمو اصلا داداش اونجوری نه، من باید خیلی من اصلا نه معروف چیه بابا، من که اصلا هیچی نیستم در برابر اینا که الان اصلا معروف نه، تو داری می اون شب کار کنی دیگه، اون شب رو استیج کارت اینه که رو استیج. من فکر می‌کنم کسی رو استیج اگه کسی تنهاست قبول، ولی اگه یه نفر فقط اونجا هست و اون نفر حاضر نباشه مشروب واسه این نفر بریزه، اون آدمه به نظر من کاملی نیست. نه خیلی باحال بود. بعد تو اصلا خیلی احساس کردم مثلا خودمونی دیدی بعضی موقع یکی میاد، مثلا حالا همون بک استیج یکی میاد گرین روم میاد، مثلا فکر میکنی که اوه حالا نمیتونم راحت باشم حرف بزنم یا 2 تا فوش بدم اینا، ولی با تو انگار نه انگار خیلی حال داد. حالا باید بندازی من رو راه ندادم پایین. من پایین که بودم گفتم که من اومدم عرفان رو ببینم، بعد گفتش که عرفان گفته هیچ کسی نمیتونه بیاد بک استیج بعد چیز باشه. گفتم اوکی. بعد وایسادم یارو رفت چپ، من اومدم بالا. نه اومد یکی اتفاقا به عرفان گفت، نمیدونم یکی از اونجا بود، گفتش که سهیل اومده. بعد یهو گفت سهیل که بگو بیا. نمیدونم حالا به تو چی گفتن، ولی اون موقع یادم من هم دم در که اومدم یارو دیدم بهش گفتم، بعد دیگه یارو ندیدم دیگه. پیچوندم خودم اومدم بالا و بعد خیلی هم خواست حموم کنم اونجا. نمیدونم تا حالا بک استیج نمیدونم که حموم داشته باشه. آره اون خیلی مشتی بود، خیلی خوب بود. من اگه میدونستم حتما با حوله میومدم. آره اون خوراک که تو میومدی داداش شما راحت باشین، من میام دوشمو میگیرم میام با هم یه چای بزنیم. آره خلاصه اینا در باز میکنی جمایکن هات باکس هم کردم اون تو رو. خیلی خوب بود. ولی حالا باید دوباره بیای آجی قشنگ تایم بگذرونیم این برنامه بریم. میام جون جولای اونجا. آره میام مثلا حال کنیم، بریم بشیم توی بغل آب، نمیدونم با هم دیگه. گل میزنی هنوز؟ ببین آره من میزنم ولی خیلی کم شده دیگه. مثلا موقعی که کار میکنم میزنم، تو دیلی تایمم چون همش دارم کار آکشن و ماشین در بیاره و بگیر و ببره و فلان و اینا میکنم، یه ذره اسلوم میکنه، به دردم نمیخوره تو دی تایمم. ولی برم استودیو آره یه گل ریز میزنم و آره میشینم کار میکنم. چون من میام با خودم دیگه، گل اونجا مسئولیت منه دیگه. من خونه مردم میرم گل میبرم. اینجا که ببین بهتریناست گلاش. وای آره. ببین اومدن دفعه پیش رفتم توی واشنگتن قبل از اینکه برسم به الی، رفتم توی مغازه گفتم آقا یک گل ایندیکای ارزون به من بده. گفت اوکی. یه شیشه گذاشت روی میز، گفتم این چنده؟ گفت 280. گفتم خب حروم زاده این که میشه $400. پیس ارزون بده نه گرون ترین چیزی که داری بده. بعد گفتم آقا پس این ارزونشه دیگه، که مثلا بگم من بگم آره بگم که شب خوب روز خوبش باشه برم بیرون. برگشت یه دونه پکیج گذاشت رو میز. گفتم این چنده؟ شما که دیگه خودت گل میزنی و میدونی، یارو ارزون گفت. یه حدس بزن ببین فهمو چند گفت. پکیج فلاور گذاشت برات؟ آره 28 گرمی یه اونس. نمیدونم دیگه مثلا ارزون بخواد بده اونو دیگه 200 دیگه. گفت $26. $26؟ گفتم چی؟ گفت 26. بعد یه جای مغزم اول گفت که خب بی پدر وقتی میگم ارزون بده چرا اینا نمیذاری رو میز؟ چرا 400 اول میذاری رو میز؟ یه اونس گفتش $26؟ آره من فکر کنم
اشتباه میگه. برداشتم اینجوری بعد پشتش نگاه کردم دیدم زده 28 گرم، توشم شیشه داشت. خود نگاه کردم دیدم نه پرم ها. گفتم 26 تا بدم تو ببرم بیرون از مغازه. نمی‌تونم باور کنم واقعا. گفت آره دیگه. گفتی ارزونم ارزون. خلاصه 100 تا دادم. من 4 تا از اون خریدم. نه بابا دیگه تمام یه ماهی که من کالیفرنیا بودم کل کاست گلم شد. فکر کن یه ماه و یه هفته من کالیفرنیا بودم، هر جا رفتم با خودت می‌بردی، با همه حال اکسترا حالم کردیم. بعد یه خوردم برگردوندم، یعنی خونه دوستم گذاشتم اومدم کانادا و کل خرجم میگم $100 هم نشد. اوه نه، من حالا یه دوست دارم خودش گرو میکنه دیگه، من نمیخرم، من هر از گاهی برام میاره. اون که دیگه بسته. آره خودش گرو میکنه که بست. آره خلاصه اینم داستان ما دیگه. اومدم حاجی بیرون از کار، کووید که شد دیگه قاطی کردم، دیدم نمیتونم، اصلا زندگیم ریخته به هم. بعد من اصلا ویکند نداشتم، اصلا یادم نمیاد ویکندی که برم پارتی کنم بیام بخوابم استرس فردا صبحش نداشته باشم. بعد یه جورایی هم ویکند خیلی مهمه توی کار بزنس اینجا، برای همه جا، چون ویکند میاد خرید و اینا دیگه، تو باید فول انرژی، بعد انرژی نداشته باشی اصلا نمیتونی کاری بکنی، تو باید حال داشته باشی با مردم صحبت کنی دیگه. خلاصه اینم از این اومدم بیرون و الان دیگه برای خودم کار میکنم، بیشترم هورسل کار میکنم و موزیک ببین توش پول نداره. برسیم به اون نقطه‌ای که سوال کردی بعد از این همه تایم درک کنیم، فقط عشقه واسه هر کسی که الان این کارو میکنه. خب یه سریا خیلی زرنگم، من اونقدر زرنگ نبودم. یه سریا خیلی حرفه‌ای کار میکنن، فوکسشون بالاه، تایملایناشون درست حسابیه، میدونن باید چی کار کنن. خیلیا الان دارن پول در میارن و دمشون گرم. منم همیشه عشق میکنم این اتفاق میفته، به خاطر اینکه میگم خب کسایی که مثلا حالا من مال 2006 من 14 سالم بود اولین آهنگم خوندم، اون موقع تایم فلاکت و نمیدونم این داستانا بود، میرفتیم میتینگای رپ. بعد الان میبینم نه بابا بچهای سریاشون خوب دارن پول در میارن، از اسپاتیفای پلی میگیرن در میارن. بعد این خیلی باب شده، ببین مثل یادته یه زمانی تو ایران کمربند بستن اصلا مسخره بود، کسی کمربند نمیبست. این قضیه اسپاتیفای گوش دادن، ساوند کلاود گوش دادن، یوتیوب رفتن، این شده مثل اون کمربنده. تو اگه واقعا احترام میخوای بذاری به هنر یکی، میخوای یکی رو احترام بذاری دیگه، بیسیکلی یه آدم درستی باشی، نمیری دیگه اون آهنگ حداقل میگه از اون پلتفرم بذار گوش بدم. اوکی چقدر اسپاتیفای داری؟ ما 100,000 تومان میدی، 200,000 من که نمیدونم قیمتشو، بده جزء کاستت باشه. اگه داری پول تلفن میدی، پول نمیدونم فلان چیز از دکه میگیری پولشو میدی، اینم واقعا حاجی ساعتهای زیادی اصلا دستم در رفته برای حالا نه خود پروداکشن خودم ولی بچه‌هایی که کار میکنن، ساعتهای زیادی حاجی تو استودیو فقط میشینیم کار میکنیم واسه مثلا 3 دقیقه 4 دقیقه که تو حال کنی یه انرژی مثبت بدی. خب دیگه حداقل از اون پلتفرمم گوش بدی، یه پولی بیاد که بتونیم 10 برابر بهتر کار کنیم. خیلی خفنن بچه‌ها. تو الان نگاه کن، الان ویدیوهای جدید ببین چقدر تصویرسازی‌ها خوبه. مدل مسترینگ کار من بیشتر هیپ هاپ رو دارم میگم، الان تو ایرانن ولی من احساس میکنم ناف فاکینگ کالیفرنیا یارو داره زندگی میکنه، یا تو نیویورک داره زندگی میکنه، یا تو لندن. قشنگ اون موزیکی که اینجا الان ترنده، مدل میکس، مدل مستر، مدل صداسازی، همه چی مال همینجاست. بعد پسره تو ایرانه، آرتیسته. این خیلی خفنه. من چانسشو داشتم، شانسم گفته مامان بابا منو فرستادن خارج از ایران. اون کسی که چانسشو نداشته، حالا به هر دلیلی تو ایرانه این مدل کار داره تحویل میده، باید خدا تو هم پول در بیاره که همین جوری اینو بهتر و بهترش کنه. خلاصه که الان آره دیگه واقعا چون وقتی آرتیستتون افورد بکنه آرت به وجود نمیاد. یعنی تو الان فرض کن چقدر آهنگ ما گوش ندادیم تو 15 سال گذشته به خاطر اینکه اون آرتیست پول نداشته، ذوقش اون کاری که بهش پول میده. خود من مثلا خیلی موقع بلند شدم گفتم اوکی ولش کن این پروژه رو، بذار برم اینور، بذار برم. ولی چون موزیک یه جوری بوده همش علاقه بهش داشتم، تو تمام پروداکشن‌ها سعی کردم باشم، چون علاقه مثلا تو آلبوم آیت الترپ عرفان آلموست همش بودم، اینوالو بودیم با هم مثلا تو استودیو. کارهای حسین، کارهای بچه‌های دیگه از ایران، کارهای خودم، همش دوست دارم تو استودیو باشم. انگار مثلا بهترین جای واسه من، کامفتبل ترین
زونه واسم. خلاصه اینم از این. خیلی این درسته، واقعا حرف درسته. من یادمه داشتم با یکی از بزرگترین بچهای رپ صحبت میکردم، بعد داشت میگفتش که گفتم الان مثلا انقدر کنسرت میذاری و نمیدونم اینجورینا پول در میاری؟ بعد خندی گفت اگه بابام پول اجاره‌ام نده نمیتونم یه ماه اجاره‌مو بدم. تو خیلی ناراحت شدم. خیلی بده. خنده داره ولی خیلی ناراحت شدم، چون گفتم که این آدم الان باید در لول مثلا دکتر دری باشه. بعد مقایسه که میکنی میگی نگاه کن یکی جزء مثلا 10,000 نفر دنیاست، مال ما جزء 10,000 نفر اونوریه، پایین تریناست. هر کی هنرمنده چوسی همه دارن دیگه. هر کی هنرمنده سوال میونه کلامت، هر کی هنرمنده انگار بدبخته علاوه مالی. اصلا چون وقت اینکام نداره چیکار کنه؟ آهنگو درست میکنه میده بیرون هیت میشه. مثلا من یکی میشستم که خب علاقه داره خواننده بشه، اومده کلی زحمت کشیده، فکر گذاشته، از ویدیو از تا موزیک درست کرده، ویدیو داده بیرون، ویدیو 2-3 میلیون ویو گرفته. خب یه آدم خارجی این کارو بکنه، اون 2-3 میلیون زندگیشو امکان داره عوض کنه. فردا آرتیستای قوی بهش پول آفر میکنن، میاد فلان اشغال میکنن و میبرتش بالا. یه ترک دیگه. ولی توی ایران آره میگم یه ترک، ولی وقتی یه پولی بیاد دست یه حالی بکنی میری ترک دور هم میسازی، میری ترک سر هم میسازی، یا مثلا میری ترک دور با اون یارو که معروفی که بهت زنگ زد چون ترک تو 3 میلیون نفر یه نفر معروف دید دیگه. بله سر این چی در اومد؟ کسی که باهاش ویدیو یعنی موزیکو درست کرد ویدیو رو ازش در واقع دزدید. چرا؟ چون آرتیست هم گشنه است. متوجهی؟ یعنی اونم که اومده میگه میفهمم تو کردی، میفهمم کارم تخمیه، ولی خب منم گشنم، من پول ندارم. چرا تو ولش کن، بذار یه خبر بد پشت من باشه چی میشه. دقیقاً همش همین جوریه. آره پروندوشوشی که میتونی قوی ترین عکس بشی، داستان همون تخم مرغه. من گفتم بذار خب ببینم ادامهش چیه، حالا مثلا برداشته چیه. رفتم دیدم ویدیو دوم یارو تیتر زده کوینکس ولت کلاهبرداریه. پلنم اینه که تا اون موقع مثلا رسیده باشم به چند میلیون دلار تو حساب استاکم. حاشیه خیلی خوبه اگه بلد باشی. ورودات به من حالا میگم چیز خیلی خاصی نبود، ولی میگم استارت زندگی اون بعد 65 ساله کلا با بعدشون بد بیتی بوده دیگه. حالا